بیننده های عزیز، سلام بر شما. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. امروز چهارشنبه برابر است با 22 قوس سال 1402. من نصیر امیری هوتک هستم با ارائه خبرهای این ساعت. مولوی محمد یوسف وفا والی بلخ با مصطفی و رؤسای ادارات عوایدی این ولایت دیدار کرد. در این نشست مسئولان در مورد منابع عوایدی ادارات خویش به رهبری مقام ولایت بلخ گزارش ارائه نموده از سوی ایشان هدایات را مبنی بر اجرای هرچه بهتر امور کاری در اداره های مربوطه خویش در بخش های مختلف دریافت نمودند. در این نشست مسئولان ادارات عوایدی ولایت بلخ هر کدام در مورد منابع عوایدی و فعالیت‌های ادارات خویش معلومات ارائه نمودند. از سوی هم مصطفی ولایت بلخ از این ادارات خواست تا گزارش‌های عوایدی خویش را به طور درست و به موقع با مصطفیت این ولایت شریک نمایند. همچنان آقای زاکر از مسئولان ادارات مرتبط درخواست نمود تا شهرت شرکت‌های خصوصی را که با مؤسسات بیرونی قرارداد می‌بندند با مصطفیت بلخ شریک نمایند. په مجموع کې بیا د مصطفیت ټول عواید چې دي د ټول د مذهب څخه باندې الحمدلله بیا موږ 12% چې یو د تزیید په حالت کې یو. نو دغه د اتې میاشتنی راپور د عوایدو استاد حضور ته موږ وړاندې کړو. بعضې مشکلات چې موږ ځان سره یاداښت کړي دي د راښتلو په هکله باندې که دغه ته ملګري متوجه شي نو انشاءالله چې زموږ دا کوم د تزیید فیصدي ده په مجموع کې دا به الحمدلله نور په مخکې طرف ته ځي. با این حال والی بلخ ضمن ستایش از فعالیت‌های این ادارات در امر گردآوری عواید در خزانه امارت اسلامی افغانستان از مسئولان این ریاست‌ها خواست تا تلاش خویش را در جمع آوری شفاف عواید بیشتر سازند. همچنان آقای وفا تاکید نمود عواید رکن اساسی یک کشور را شکل می‌دهد و باید در جمع آوری آن کوتاهی نگردد. مرګري ډیر شان یو وسپزین کې دی و چې څنګه عواید ډیریږي ریاست دا کوشش په خپل بخښوي کوي او دې ته متوجه که چیرې همکاري او دغه ته ضرورت دی موږ هم همکاري ورسره کوو، نور ارګانونه به هم همکاري ورسره کوي. خو دغه ډېر مهم بخش دی. موږ تاسو بلې خوا لار نه لرو. موږ ته یوازینی چې دی دا بس دا خپل عواید داخلي عواید دي. این در حال است که شمار از ادارات عوایدی در ولایت بلخ از تکمیل سازی هدف تعیین شده پیرامون گردآوری عواید خویش در سال روان مالی در این ولایت خبر می‌دهند. طی همایش از روز ملی رضاکاران صحی جامعه از سوی ریاست صحت عامه ولایت بلخ در شهر مزار شریف گرامی داشت به عمل آمد. سخنرانان در این برنامه نقش این گروه صحی را در ساحات دوردست برجسته عنوان نموده از فعالیت‌های آنان پیرامون آگاهی دهی عرضه خدمات صحی پاسداری کردند. این مراسم که به منظور پاسداری از زحمات کارمندان رضاکار صحی در ولایت بلخ را اندازی گردیده است، مسئولان نقش این گروه را در کنار دکتران در بخش عرضه خدمات صحی و آگاهیدهی در ساحات دوردست این ولایت قابل ارزگذاری عنوان نموده از آن ستایش می‌نمایند. دا هغه خويندې او ورونه دي بدون د کم امتیاز بدون د کم معاش خپل د اولس او د خپل هیواد او د هیوادوالو د پاره د خدمت په ذمه لري. خوشبختانه در ولایت بلخ 900 پوسته صحی و 1800 کارکن صحی یا رضاکار صحی جامعه مصروف عرضه خدمات صحی می باشند که در حدود 1300 خواهرای ما یا خانم ها و در حدود 700 آقایان مصروف عرضه خدمات صحی در پوسته های صحی هستند. از سوی هم شمار از رضاکاران صحی در این ولایت با تاکید بر نقش خویش در عرضه خدمات صحی در قریه و قصبات دستاوردهای کارکنان صحی را در آگاهی دهی مهم عنوان نموده خواستار حمایت بیشتر از سوی مسئولان و مردم گردیدند. پیش از اینکه در جامعه یا در محل و محیط و در قریجات و قصبات رضاکارانه بود، مردم از بسیار حفظ الصحه شخصی، حفظ الصحه محیطی، از بعضی امراضا به مثلا آبهای گنده که مالاریا در اونجا خیلی مثلا زیاد بود اما امروز کم است. کارهایی که ما در اونجا میکنیم بسیار نقش خوبی داشته. تقریبا ما توانستیم 30 طفل از مثلا از امراض سوی تغذیه نجات دادیم
برش کاغذ رفر دادیم، رفتیم امرایشان کمک شدیم. دکتر صاحبا هم با وجه احسنش پذیرفتن، کمک کردن. گفتنی است همکنون 1800 تن مردان و زنان رضاکار صحی در کنار دکتران رسمی برای آگاهی دهی و معالجه امراض گوناگون در سرتاسر ولایت بلخ فعالیت می نمایند. با اینکه در چند سال اخیر با هجوم فرهنگ‌های مختلف و تغییر در مد فیشن استفاده از کلاه پوست قرقل کمتر شده، اما هنوز در ولایت بلخ علاقمندان خاص خود را دارد. یک تن از فروشندگان این صنعت دستی در شهر مزار شریف از کمرنگی مارکت جهانی قرقل شاکی بوده میگوید در افغانستان هنوز مشتریان آن فراوان است. کلاه پوست قرقل از مشهورترین صنایع دستی کشور است که روزگار قرقل نماد رسوخ و احترام در میان جامعه محسوب می شد. با اینکه در چند سال اخیر با هجوم فرهنگ‌های مختلف و تغییر در مد و فیشن استفاده از کلاه قرقل کمتر شده، اما هنوز علاقمندان خاص خود را دارد. کلاه قرقل ما انتخاب کردیم که یک جنس واقعا طبیعی است، بر انسان ضرر هم نداره، یک پوست است دیگه، چون گاز نیست. و یکی دیگه به خاطر که هم منافع ازی با وطن برمیگرده، با کسب کارهای خود ما شما برمیگرده. به می دلیل ما انتخاب کردیم، چون هم پول همی که ما مصرف میکنیم از خارجی کده، هم جنسیتش خوبش است، هم کیفیت داره، هم پول در وطن ما شما برمیگرده. پوست قرقل که است یک پوست انانی ما و شما بدل است که در سمت شمال است که از اینجا مردم آواز سرد شما استفاده میکنه. این کلاه مثال پکول داره، این کلاه کرزه‌ای میگه، مشهور به نام کلاه کرزه‌ای است. دیگه این کلاه پکول هم از این جور میکنه، یکم تا گوشکدار جور میکنه. باز استاد دیگه که هست هر قسم که انواع و اقسام میشه فرمایش کنن یا باز جور میکنن. این مرد پیکان نام دارد و آخرین فروشنده بازمانده در این صنعت در کوچه لیلامی شهر مزار شریف می باشد. او می گوید هرچند بازار قرقل در کشور هنوز رونق خود را دارد، ولی بازار جهانی آن رو به کمرنگی گراییده است. می رستد وقتی که پوست فروشی بود یک خود ماندیم. بازارها در نسبتا خوب است دیگه. بازارهای سابق وار نیست. پوست امور خارج میره، فالو قدر خارج نمیره. بازارهای جهانیش از ضعیف شده. قرقل نام نسل گوسفندی است که دارای پوست مرغوب بوده شهرت جهانی دارد. از پوست این حیوان کلاه، پوستین، پوستینچه و بالاپوش ساخته می شود و افغانستان از جمله کشورهای به شمار می رود که دارنده بهترین نوع پوست قرقل در سطح کشورهای آسیای جنوبی می باشد. بیننده های عزیز، این بود خبرهای این ساعت. از توجه و همراهی شما جان سپاس. وقتتان بخیر. الان نگهدار.